سلام و درود به کانال خودتون، خوش اومدین. اینجا کانال تاروتلنده. ممنونم که منو دنبال میکنید و برام کامنت های قشنگ میذارید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که انرژی خانی ها براتون صدق داشته باشه و انرژیاتون با من همسو باشه. توی این انرژی خانی میخوایم ببینیم که اعترافات شخص مقابل به شما چیه. اسمش رو تکرار کنید و من 2 تا گزینه گذاشتم، گزینه اول و گزینه دوم. اینو من میگم که برای فال شخصی میتونید به تلگرام پیام بدید و لینکش رو گذاشتم داخل بیو، اگر خواستید توی بیو هست. خب من کارت ها رو جلوتون بر میزنم و یک کارت از داخلش میکشیم بیرون و در آخر انرژی خانی این کارت رو بهتون نشون میدم. این گزینه اول و گزینه دوم هم اسمش رو تکرار کنید که انرژیاتون با من یکی بشه. خب کارت رو هم برای گزینه دوم کشیدیم بیرون. فعلا اینجا بمونه. بریم از گزینه اول شروع کنیم، ببینیم اعترافات شخص مقابل به شما چیه. خب این شخص میگه ببخشید که داره ازتون عذرخواهی میکنه، میگه منو ببخش که نسبت بهت بی احترامی کردم، دلتو شکوندم، بهت دروغ گفتم و باهات رو راست و صادق نبودم. الان پشیمونم از کارم و میخوام به سمتت برگردم، باهات صحبت کنم و امیدوارم که بتونیم هر دومون از این مشکلات رها بشیم و از این بلا تکلیفی بیرون بیایم. میگه که خیلی پای من صبوری کردی، زحمت کشیدی، پای قول و قرارا موندی و همه جور منو تحمل کردی و تلاش کردی که بخوای رقیب رو یا کسی که توی رابطمون دخالت میکنه رو بخوای یه جورایی بندازی بیرون از رابطمون. تمام تلاش خودتو کردی، با من صحبت کردی و مهر و محبت توجهت رو داشتی به من بیشتر میکردی، محبت میکردی، اما من ندیدم و روی خوبیای تو چشم پوشی کردم. الان منو ببخش که دلتو شکوندم، ناراحتت کردم و یه جورایی بهت زور گفتم، اذیتت کردم، دلتو شکستم، ناراحتت کردم، باعث اشک و غمت شدم. میخوام بیام به سمتت، داره میاد به سمتتون، به طرفتون و میخواد که ببخشیدش و امید داره که از این ناراحتی بیرون بیاید و شما نسبت به این کارش چشم پوشی کنید. میدونه که بهتون دروغ گفته، باهاتون رو راست نبوده، ازتون چیزی رو پنهان میکرده و مطمئنه و متوجه این هست که شما خیلی پاش صبوری کردین و زحمت کشیدید و یه جورایی تو روی حالا خانواده، دوستانتون، اطرافیانتون شما ایستادید به خاطر این شخص، پافشاری کردین، تلاش کردین، ازش طرفداری کردید و قدر شما رو ندونه، شما رو بلا تکلیف گذاشت، شما رو تنها گذاشت و باعث شد که بخواین از بقیه حرف بشنوید، بهتون قول و قرارهای دروغین داد و همه اینا رو متوجه هست
بخواد بیاد به سمتتون و میگه میخوام بیام به طرفت، اما تو دور خودت حصار کشیدی، حالا جایی بلاکش کردین، هیچ جوره بهتون دسترسی نداره، خیلی داره تلاش میکنه که یه جورایی بخواد یه جایی شما رو گیر بیاره و بخواد باهاتون صحبت کنه. میگه هرچی محبت به من کردی، هرچی توجه بهم کردی، مدام منو بخشیدی، من خوبیای تو رو ندیدم و نخواستم باور کنم، اما الان با پشیمونی و ناراحتی و این شخص داره اعتراف میکنه که ضربه‌ای خورده که اصلا انتظارش رو نداشته. همون انگار اتفاقاتی رو که برای شما رقم زده بوده، بلایی که سر شما آورده هم به سر خودش اومده، ضربه خورده، ضربه روحی بدی خورده و الان میخواد بیاد به سمتتون، به طرفتون و اعتراف کنه. خب حالا من این کارت رو برمیگردونم. بله ببینید دوباره کارت شوالیه اینجا 2 تا افتاده بود و سومین کارت هم که برگردوندم کارت شوالیه افتاده، میخواد بیاد و باهاتون صحبت کنه. اما این شخص انگار که یکم زبونش مثل نیش مار باشه، نیشو کنایه بزنه یا باز هم بخواد دلتون رو بشکنه. میگه که من دست خودم نیست، این یکی از اخلاقیات منه، نمیتونم زبونم رو کنترل کنم، اما قلبا دوست دارم. هر حرفی هم که میزنم به دل نگیر و میخواد بیاد به سمتتون. شوالیه جام افتاده، میخواد دوباره باهاتون در ارتباط باشه، یک پیشنهاد عاطفی، یک پیشنهاد عاشقانه به شما بده. خب حالا با کارت های سکسی هم میخوام براتون کارت بکشم. ببینیم اعترافاتش نسبت به شما چیه. میگه من خیلی تو فکرتم و خیلی نسبت به تو خیال پردازی های عاشقانه میکنم، رابطه دارم توی سرم و اینکه یک عده میخوان از رابطه من و تو سر در بیارن، دخالت کنن و رابطمون رو خراب کنن و دلم میخواد که رابطمون پنهان بمونه و اینکه کسی متوجه رابطه من و تو نشه و اینکه ببینید اینجا کارت خورشید افتاد براتون. میگه که من میدونم که رابطمون اگر پنهان بمونه میتونه ماندگار باشه و با هم یک رابطه گرم و صمیمیت رو تجربه کنیم و به خواسته هامون برسیم. فقط باید رابطمون دور از چشم بقیه باشه و این شخص به سمت شما خیلی کشش داره و از شما خیلی خوشش میاد توی حالا امور این رابطه و خیلی نسبت به شما خیال پردازی میکنه. خب اینم از این کارت ها که خیلی وقت بود براتون نگرفته بودم، گفتم توی این انرژی خانی براتون این کارت ها رو بیارم. خب بریم سراغ گزینه دوم، ببینیم اعترافات گروه دوم چی هست. کارت رو من میذارم اینجا. خب انرژیاتون رو با من یکی کنید، اسمش رو تکرار کنید، ببینیم اعترافات این شخص به شما چی هست. خب میگه که من خیلی نگرانم، خیلی ناراحتم و ببخشید من یکم هم صدام گرفته، سرما خوردم
میگه که ببخش من خیلی ناراحتم، خیلی بیخوابم، خیلی دلتنگتم، خوابتو میبینم از خواب میپرم و نمیتونم فراموشت کنم. با بقیه دارم در مورد صحبت میکنم، دنبال یک راه حل میگردم که بتونم مشکلات بینمون رو یه جورایی حل و فصلش کنم، درستش کنم و میخواد که با شما یک قرارداد، یک تعهد عاطفی همیشگی داشته باشه، دائمی داشته باشه. برای یکی دو روز نمیخوادتون، اما یک سری مشکلات و مانع ها توی این رابطه وجود داره. میگه دارم تمام تلاشم رو میکنم اون عشق، اون رابطه ای رو که تو میخوای رو بهت هدیه بدم و دارم میجنگم، تلاش میکنم و میخوام که اون اتفاقات رو برات رقم بزنم. میگه به جز من 2 نفر دیگه هم میخوانت، حواسم بهت هست و 2 نفر دیگه هم میدونه که رقیب داره این شخص. میگه 2 نفر دیگه هم میدونم که میخوانه تو مدام پیگیرتن، باید اینا رو بذاری پشت سرت، بهشون توجه نکنی. خیلی استرس رقیب رو داره، خیلی به هم ریخته است، خیلی نگرانه، مدام چکتون میکنه و حواسش میخواد بهتون باشه. بعضی اوقات نسبت به شما میگه من ذهنم خیلی درگیر میشه، خیلی نگرانم، خیلی به هم ریختم، خیلی انرژی منفی میاد تو سرم، فکرای بیخودی و پوچ میاد تو سرم، نمیدونم باید چی کار کنم، چه تصمیم بگیرم، میترسم تو منو ول کنی و بری با یه نفر دیگه. به خاطر مشکلاتی که دارم میترسم تو کنار نیای، خسته بشی وسط راه و بزنی جاده خاکی بری با یه نفر دیگه. از این موضوع خیلی میترسه، ولی شما رو یه فرد باهوش، کسی که منطقی، عادلانه، حس ششم قوی داره، شما براش همچین چیزی هستید. کسی که قدرتمنده، رهبره، پیروزه، موفقه و کسی که لجبازه، شما رو کلا اینجوری میبینه و میدونه هر چیزی رو که بخواین به دست میارید. یعنی میدونه که اگر مثلا باهاش اگر خودشو بخواین میمونید و میسازید و اون چیزی رو که بخواید با هم رقم میزنید و اگر هم از این رابطه برید میدونه که نخواستید، چون میدونه اگر یه چیزی رو شما بخواین میمونید و به دستش میارید. پس اگر پاش نموندید یعنی نخواستیدش و رفتید با یه نفر دیگه. این موضوع خیلی میترسونتش، خیلی ذهنش درگیره، افکارش منفی و پوچه، بخواد یه موقع بهتون یه گیرای الکی بده، شکاک بشه، حالا قهر کنه، یه چیزی رو بهونه کنه، کلافگی بهش دست بده و میگه که من پای تو سفت و سخت و محکم موندم، پات ثابت قدم ایستادم و میخوام با تو یک رابطه عاطفی قشنگی رو تجربه کنم. اما اگر خودت به این 2 نفری که رقیب من هستن پشت کنی، میدونم که این اتفاقات میفته، ولی میترسم که تو جا بزنی و کنار نیایی، حالا مثلا خسته بشی، به من پشت کنی و بری. خیلی میترسه از رفتن شما. ببینید کلا پشت کارت ها به ما هست، نگاه کن، این پشتش به ماست، این پشتش به ماست، کارت 5، این کارت پشتش به ماست. خیلی میترسه تنهاش بذارید، ولش کنید برید و پاش نمونید. به شدت این روزها استرس و دغدغش همین موضوعه و میخواد که سریع مشکلات رو حل کنه و با شما یک پیوند عاطفی عمیق و دائمی، یک تعهد واقعی با شما ببنده و داره تلاشش رو میکنه هر کسی که اطرافتون هست رو از زندگیتون پرت کنه بیرون. خیلی حسود و حساس نسبت به شما، ولی یک شخصیت واقعی و حمایت کننده خوبی داره و خیلی دوستتون داره، میتونید بهش اعتماد کنید. خب حالا این کارت رو من برمیگردونم.
خب این کارت همونجور که اسمش میبینید کارت ابلهه. داره میگه من میترسم که همونجور که توی این کارت ها گفتم یه وقت اشتباه کنی و شیطنت بازیت گل کنه، بخوای بری اطراف بقیه، با بقیه بخوای بری تو رابطه، به خاطر اینکه حالا یه وقت مثلا بخوای یه وقتی بگذرونی، حوصلت سر رفته، من نبودم، من مشکل داشتم، نتونستم خوب برات وقت و توجه بذارم، حالا حوصلت سر رو بخوای با یه نفر همینجوری صحبت کنی یا در حد چت. میگه یه وقت این اشتباه رو انجام ندی، یه وقت شیطنتت گل نکنه، یه وقت بدون فکر قدم بر نداری. من مدام دارم بهت هشدار میدم، مثل یک دوست واقعی هستم برای تو و تو بی تجربه هستی بعضی اوقات و کار خودتو انجام میدی بدون اینکه فکر کنی، میخوای قدم برداری و برای خوشگذرونی هم که شده یک سری اشتباهات رو انجام بدی. پس توصیه تاروت به شما اینه که اشتباه نکنید و دیگه حالا تا اینجاشو که شما ساختید، شخص مشکل داشته، اگر این حالا آقا یا خانوم رو میخواید و دوستش دارید، بهتره که صبر کنید و اشتباهی نکنید که پشیمونی به بار بیاد، ضرر کنید و اینکه این رابطه بخواید خودتون با پشیمونی و ناراحتی بذارید برید و این شخص هم خیلی ناراحت، دلش رو یه جورایی میزنه و میترسه، میگه نکنه اشتباهی کنی یا حالا منم یه حرفی بزنم ناراحتی پیش بیاد تو بخوای از این رابطه بری و رابطمون تموم بشه. برای خیلی از شما دارم میبینم این شخص درست مشکلات داره ولی از طرفی هم داره یک سری آزمایش ها رو انجام میده، یعنی داره امتحانتون میکنه، میخواد ببینه چند مرده حلاجین چی کار میکنه و اینکه این کارت اومده که داره بهتون هشدار میده یه وقت اشتباهی نکنید برای خوشگذرونی، برای حالا تفریحی، برای حالا وقت گذروندنتون، هر چیزی که هست میگه درست و عاقلانه رفتار کن، چون اینجا اصلا انگار حواستون نیست، دست خودتون نیست و دارید یک رفتار اشتباهی رو میبینم انجام میدید. خب ببینیم کارت ها میخوان چی بگن. خب این شخص که میخواستیم اعترافاتش رو نسبت به شما ببینیم، میگه که من میترسم از اینکه یه وقت پشت سر من حرکتی بزنی، کاری کنی یا با کسی صحبت کنی، به هم دروغ بگی، چون من تو رو برای ازدواج میخوام یا برای یک عمر شریک عاطفی بودن، برای یک عمر در کنار هم بودن، نه برای یک هوس یا یکی دو ماه بخوای تو زندگیم باشی. میگه مراقب کارت باش و به خودت ارزش بده، بدون که با چه کسی صحبت میکنی، با چه کسی ارتباط برقرار میکنی، برای کی وقت میذاری، توجه میذاری و یه جورای قدردان خودت باش و این که میگه بدون که حتی با من هم چجور رفتار میکنی، برای من چجور وقت میذاری، توجه میکنی، اندازه باشه، چون اگر بیش از حد بخواد این توجهات ما زیاد بشه ازمون این شخص فراری میشه. میگه مراقب باش، چقدرم خوبه و دوستتون داره که خودش داره بهت میگه چی کار کن چی کار نکن توی اعترافاتش و یه جوره دلسوز شماست این شخص و اینکه میگه مراقب اطرافیان باش، یه وقت حرفی سخنی پشت سرت نشنوم، یه چیزی ازت نبینم که من بخوام ناراحت بشم
و اینکه چون این شخص انگار خیلی روتون حساب باز میکنه، خیلی شما رو توی جایگاه خاصی گذاشته تو زندگیش و اینکه میگه برای خودت ارزش قائل باش، بدون چی کار میکنی و قدردان خودت باش. هر چقدر برات قدم برداشت همونقدر قدم بردار، نه بیشتر. چون که زمانی که مثلا حالا ما بخوایم بیش از حد به شخص عاطفیمون توجه کنیم یا یک کار زیادی رو براش انجام بدیم، حالا هر کی بخواد باشه ازمون فراری میشه و قدردان کارای ما دیگه نیست. این شخص داره اینجا خودش بهتون میگه و هشدار میده. خب اینم از انرژی خوانی شما. حتما برام کامنت های قشنگتون رو بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا انرژی خوانی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.